بیماری زگیل تناسلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جنسیه که از طریق رابطه جنسی به افراد منتقل میشه. عامل این بیماری ویروسی به اسم HPV یا هیومن پاپیلوما ویروسه که دارای تایپ‌های مختلفی. بعضی از این تایپ‌ها کم خطر هستند، بعضی‌ها پرخطر. در تایپ‌های پرخطر احتمال ابتلا به سرطان‌های سرویکس یا دهانه رحم افزایش پیدا می‌کنه. شایع‌ترین روش انتقال این ویروس از طریق رابطه جنسیه. گرچه استفاده از کاندوم میتونه احتمال انتقال رو کاهش بده، ولی به صفر نمیرسونه. در مورد علائم بالینی بیماری باید بهتون بگیم که به صورت ضایعاتیه که در ناحیه تناسلی دیده میشه. این ضایعات میتونن تک تک باشن، به صورت چند تایی دیده بشن و یا حتی نمای گل کلمی پیدا کنن. روش تشخیص بیماری در مرحله اول با دیدنه. خیلی وقتا متخصص‌ها با دیدن این ضایعات به این تشخیص میرسن که بیمار مبتلا به ویروس HPV هستش. یکی دیگه از این روش‌ها استفاده از کوتسته که شامل تست پاپ اسمیر و HPV تایپینگ. در روش کوتست از ترشحاتی که در دهانه رحم وجود داره با استفاده از یک سواب نمونه میگیریم و برای آزمایشگاه ارسال میکنیم. آزمایشگاه تایپ‌های HPV رو برای ما مشخص میکنه. در صورتی که بیمار مبتلا به HPV پرخطر باشه و یا کم خطری که دچار تغییراتی در پاپ اسمیر باشه، باید در اینها روش‌های تشخیصی کامل‌تر استفاده بشه که یکی از این روش‌ها کولپوسکوپی هست. در این روش با استفاده از یک لنز از دهانه رحم نمونه‌هایی به عمق 2 تا 3 میلیمتر برمی‌داریم و برای آزمایشگاه ارسال می‌کنیم. این روش برای تشخیص ریش سرطان‌های دهانه رحم استفاده میشه. همونطور که گفتیم اگر تایپ هامون پرخطر باشه باید بریم به سمت روش‌های تشخیصی دقیق‌تر یا همون کولپوسکوپی. اگر تایپ ها کم خطر باشه و بیمار دچار ضایعاتی در ناحیه تناسلی باشه باید درمانش بدیم. برای درمان میتونیم از روش‌های مختلفی استفاده کنیم. یکی از بهترین روش‌ها کریوتراپی یا انجماده که با استفاده از گاز نیتروژنی که منفی 170-80 درجه باشه میتونیم این ضایعات رو از بین ببریم. یکی دیگه از روش‌ها استفاده از لیزر برای از بین بردن ضایعات. در بعضی موارد میتونیم از محلول‌هایی مثل پودوفیلین یا اسید تریسیکلیک برای از بین بردن ضایعات هم استفاده کنیم. روشی که حتما توصیه می‌کنیم بیماران برای اینکه عود نکنن استفاده کنن استفاده از داروهای تقویت سیستم ایمنی. حتما داروهای تقویت سیستم ایمنی رو به مدت 6 ماه باید استفاده کنید. واکسن گارداسیل رو حتما بزنید. میوه و سبزیجات تازه زیاد استفاده کنید و قرص ویتامین C به صورت روزانه مصرف کنید.